نماز نفلی. سنت‌های مرتب. نماز نفلی سبب محبت الله تعالی به بنده‌اش می باشد، چنانچه در حدیث قدسی آمده است که الله تعالی می فرماید و بنده من همچنان با نوافل به من تقرب می جوید تا اینکه وی را دوست می دارم. اگر دوست داشتم من گوش شنوای او می باشم و نیز چشم بینای او می شوم و نیز دست او می شوم که با آن به قوت می گیرد و نیز پای او می شوم که بر آن راه می رود و اگر از من چیزی بخواهد برایش عطا می کنم و اگر طلب پناه کند به وی پناه می دهم. همچنین نماز نفلی کمبود فرائض را جبران می کند، چنان که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نخستین چیزی که در روز قیامت مردم از اعمالشان مورد محاسبه قرار می گیرند نماز است. پروردگار ما عزوجل به فرشتگانش در حالی که او داناتر است می فرماید به نماز بنده ام بنگرید آیا کامل کرده و یا کمبود دارد؟ اگر کامل خوانده باشد برایش کامل نوشته می شود و اگر چیزی از آن ناقص بود می فرماید ببینید آیا بنده ام نفلی خوانده است؟ اگر نفلی وجود داشت می فرماید حساب فرض را از نفل وی تمام کنید، پس به همین منوال اعمال بازخواست می شود. ادای نماز نفلی در خانه بهتر است از مسجد، مگر اینکه در آن جماعت مشروع باشد، مانند نماز تراویح در رمضان، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین نماز مرد آن است که در خانه اش بخواند مگر نماز فرض. و نمازهای نفلی انواع متعددی دارد که مهمترین آنها سنت‌های مرتبی است که به نمازهای فرضی وابسته است، چنانچه 2 رکعت قبل از نماز فجر و 4 رکعت قبل از نماز ظهر و 2 رکعت بعد از آن و 2 رکعت بعد از نماز مغرب و 2 رکعت بعد از عشا. از مهمترین سنت‌های رواتب سنت فجر است و سنت آن است که بدون اخلال به واجباتش تخفیف نماید، چنانچه از عایشه رضی الله عنها روایت شده که گفت آن حضرت صلی الله علیه و سلم 2 رکعت قبل از نماز صبح را بسیار خفیف می‌خواندند، بگونه ای که میگفتم آیا ام الکتاب یعنی سوره فاتحه را خوانده اند؟ همانطوری که قضای آن نیز جواز دارد، به دلیل فرموده آن حضرت صلی الله علیه و سلم که فرمودند کسی که 2 رکعت فجر را نخوانده باید بعد از طلوع خورشید آن را بخواند. همچنین نماز وتر برتری ویژه‌ای دارد و سنت مؤکد است. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند تک و فرد است و وتر را دوست دارد، پس نماز وتر بخوانید ای اهل قرآن. اقل وتر 1 رکعت است و اکثرش 11 و یا 13 رکعت است که نمازگزار 2 رکعت میخواند، سپس 1 رکعت خوانده وتر میکند و کمترین آن 3 رکعت است. در رکعت اول سوره اعلا و در رکعت دوم سوره کافرون و در رکعت سوم سوره الاخلاص را میخواند، همانطوری که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده. وقت نماز وتر بعد از نماز عشا آغاز و تا طلوع فجر ادامه دارد. ادای وتر در ثلث اخیر شب افضلیت دارد، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که فرمودند نماز آخر شب مشهود است. در رکعت اخیر وتر دعا مشروع گردیده، قبل از رکوع و یا بعد از بلند شدن از رکوع دستان خود را بلند کرده دعای وارده در این زمینه را میخواند که از آن جمله است اللهم اهدنی فی من هدیت و عافنی فی من عافیت و تولنی فی من تولیت و بارک لی فی ما اعطیت و قنی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. مسح کردن روی با دستان بعد از دعا نه در وتر و نه در غیر وتر مشروع نمی باشد، زیرا که از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در این مورد حدیث صحیحی نیامده است و سنت این است که بعد از نماز وتر بگوید سبحان الملك القدوس 3 بار و بار سوم صدای خود را بلند نموده و می تواند رب الملائکه و الروح را به آن زیاد کند. و قضای وتر در روز مشروع است
و قضایش جفت می باشد، زیرا که از عایشه روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم هرگاه نماز شب از ایشان به سبب ناخوشی و غیره قضا می شد، در روز 12 رکعت نماز می خواندند. نماز تراویح. زمانی که ماه رمضان با فضای روحانی بر مسلمانان فرا می رسد، برای ادای نمازهای فرضی به صورت قابل ملاحظه‌ای به مسجد مردم می شتابند و همچنین برای نماز تراویح که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به صورت مؤکد آن را برای امت در این ماه مبارک سنت گذاشتند و به تراویح مسمی شده، زیرا که در میان هر 4 رکعت به خاطر طول رکعتها برای راحتی توقف می‌کردند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که رمضان را از روی ایمان و حساب اجر نزد خدا به روزه و قیام شب سپری کرد، گناهان گذشته‌اش بخشوده می شود. و نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و رسول الله صلی الله علیه و سلم با صحابه کرام چند شبی نماز خواندند، سپس از بیم این که بر آنان فرض شود ترک کردند و بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه کرام رضی الله عنهم آن را ادا کردند و بهتر است که تراویح 11 رکعت باشد، زیرا که در روایت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها زمانی که از وی پرسیده شد که نماز پیامبر صلی الله علیه و سلم در رمضان چگونه بود، چنین فرمود: رسول الله صلی الله علیه و سلم چه در رمضان و یا در غیر رمضان از 11 رکعت بیشتر نمی‌خواندند و هرگاه کسی از نماز جماعت عشا تأخیر کرد، هنگامی که حضور یافت مردم به نماز تراویح آغاز کرده بودند، وی نیز به نیت نماز عشا به آنها اقتدا می کند و زمانی که امام سلام داد برخاسته نمازش را تمام می کند. شبخیزی و قیام لیل. و نماز شب تنها در رمضان نیست، بلکه در تمامی شبهای سال مشروع می باشد، به دلیل فرموده نبی اکرم صلی الله علیه و سلم: اگر مرد همسرش را به نماز شب بیدار کند، پس آن دو و یا یکی از آنها 2 رکعت نماز بخوانند، هر دو در جمله ذاکرین و ذاکرات نوشته می شوند و ترک کردن آنچه از قیام شبانه عادت دارد مکروه است. از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ای عبدالله، مانند فلانی مشو، شبانه برای نماز بر میخواست، سپس قیام شب را ترک کرد. ولی بر کسی که در نماز شب خواب غلبه کند باید نماز را گذاشته بخوابد تا اینکه خواب از وی برود، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر به یکی از شما در نماز چرت گرفت باید بخوابد تا اینکه خواب از وی برود. و دعا و طلب مغفرت در ثلث اخیر شب مستحب است، چنانچه در حدیث آمده است الله تعالی در ثلث اخیر شب به آسمان دنیا فرود آمده میگوید کسی که مرا بخواهد برایش اجابت میکنم، کسی که طلب مغفرت میکند او را مورد مغفرت قرار میدهم. نماز ضحی. الله عزوجل برای بعضی اوقات روز عبادتهای معینی را مقرر داشته است که از آن جمله وقت ضحی است که از طلوع خورشید و بلند شدن به اندازه 1 نیزه آغاز می شود. این مقدار از ارتفاع خورشید در حدود 1/3 حصه 1 ساعت می باشد و تا اندکی پیش از زوال خورشید ادامه دارد و این همان وقتی است که الله تعالی در حدیث قدسی می فرماید ای فرزند آدم، برای من در اول روز 4 رکعت نماز بخوان، تو را در آخر آن کفایت می کنم. و جواز دارد که نماز ضحی را 2 رکعت و یا 4 و یا 6 و یا 8 رکعت بخواند، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چنین کردند و صحیح آن است که هر 2 رکعت را با سلام جداگانه ادا کند. نماز تحیه مسجد. کتاب‌های سیرت تأکید می‌کند که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم پس از هجرت به مدینه منوره اولین چیز مهم را که انجام داده‌اند بنای مسجد بود، زیرا در جامعه اسلامی مسجد نقش مهمی دارد. از آنجایی که مساجد در دلهای مسلمانان مقام مهمی دارد، نبی اکرم صلی الله علیه و سلم نماز ویژه‌ای را برایش سنت گذاشته. فرمودند اگر یکی از شما
به مسجد داخل شد باید قبل از نشستن 2 رکعت نماز بخواند و سنت راتبه و یا نمازهای فرضی از آن کفایت می کند. پس کسی که داخل مسجد شد برای ادای نماز ظهر، پس سنت ظهر را خوان، از نماز تحیه مسجد نیز کفایت می کند و بر وی تحیه مسجد نمی باشد. نماز استخاره. اسلام برای هر چیزی چه کوچک باشد یا بزرگ حکمی وضع کرده تا مسلمانان در زندگی و در امور معیشت و عبادت به الله عزوجل مرتبط باشند و از آن جمله نماز استخاره است که هرگاه بنده‌ای در کاری از کارها متردد گردید، قبل از این که به آن اقدام کند 2 رکعت نماز می‌خواند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم یارانش را آموزش می‌دادند مانند آن که سوره از قرآن را آموزش می‌دادند. در حدیث شریف آمده است که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر یکی از شما کاری را اراده می کند باید 2 رکعت نماز غیر از فرض بخواند. پس از آن بگوید اللهم انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک و اسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر و تعلم ولا اعلم و انت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال آجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني. و حاجت خودش را نیز نام میبرد و تکرار استخاره باکی ندارد و شرط نیست که استخاره کننده خوابی ببیند که در مورد کاری که استخاره کرده بیان شود، بلکه در کاری که مورد نظرش می باشد اقدام نموده به پیش می رود مادامی که در آن گناهی و یا قطع صله رحم نباشد. پس اگر اتمام یافت برایش خیر بوده و اگر اتمام نیافت نیست برایش خیر است. 2 رکعت بعد از وضو گرفتن. از نمازهایی که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم آن را سنت گذاشتند یکی 2 رکعت بعد از وضو می باشد، زیرا که آن حضرت صلی الله علیه و سلم به بلال فرمودند ای بلال به من بگو از کاری که در اسلام کردی، زیرا که من صدای کفش‌های تو را در پیش رویم در بهشت شنیدم. گفت من کاری نکردم که نزدم امیدوار کننده باشد، تنها هرگاهی که وضو می گرفتم چه در روز بود یا شب هر چند رکعتی که می توانستم با آن وضو نماز می خواندم. سنت مطلق. و برای مسلمانان سنت است که در هر وقت مگر در اوقاتی که نماز خواندن در آن منع شده است نماز سنت بخوانند. اوقات نهی از نماز خواندن از این قرار است: 1. پس از نماز صبح تا بعد از طلوع خورشید و بلند شدنش به اندازه 1 نیزه که به طور عادی تقریباً ثلث 1 ساعت می شود. 2. از هنگامی که خورشید در وسط آسمان باشد تا اینکه میلان پیدا کند. و 3. از نماز عصر تا اینکه خورشید غروب کند. و این اوقات را حدیث عقبه بن عامر گرد آورده، گفته 3 ساعتی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن و گور کردن مردگان ما در آنها منع کردند: هنگام طلوع خورشید تا اینکه بلند شود و هنگام ظهر تا اینکه خورشید اندکی از آن حالت میلان کند و هنگامی که خورشید به غروب نزدیک شود تا اینکه کاملا غروب نماید. ولی علما گفتند نمازهایی که دارای علل و اسباب هستند مانند تحیه مسجد و نماز جنازه و امثال آنها را میتوان در اوقات نهی از نماز نیز ادا کرد.